دوباره بگو. موقعی که چرخوشکن بدم به بچه این آنزیم های معده از بین میبره. چرخوشکن سعی کنن خانوما از چرخوشکن استفاده نکنن، از دمجوش و اینا استفاده کنن مثل بچه. خب چون که موقع برای آنزیم ها شکل بگیره تو معده، اون چرخوشکن باعث میشه که آنزیم معده از بین ببره. یکی هم که وقتی که میخواد پوشاکش چیز کنن به حساب این شلواراش اتو کنن، میکروب اتو باعثش میشه که از بین ببره. یعنی پوشک رو اتو کنن. پوشک اتو کنن، اول میان آب جوش بجوشانن، بله. بعد که جوشاندن خشک شد اتو کنن این شلوارش ایناه. بله. بخاطر اینکه میکروب مثلا گرمای اتو از بین میبره. خودشون بله. سعی کنن موقع اتو میکنن ماکس بزنن، یه بوی بدی برمیخوره چون تمام میکروبه. بله. خودشون خانوما ماکس بزنن. هیچی. السلام نامتم. بعد درباره خط ترانزیت تریاک از افغانستان به چیز توضیح بده. توضیح بده آقای اشرفی.